شور حسینی سینه زنی بدون تو میمیره حسین و برافراشتن پرچم‌های عزای سید الشهدا علیه السلام در خیابان‌های نیویورک. به خاطر اینکه یاد بوده از امام حسین اولاد امام حسین در کربلا یاد از اونا داشته باشیم، این راهپیمایی را به راه انداختیم. من 14 ساله که در این روز و اینجا به مراسم عزاداری امام حسین میام. امام حسین بر گردن ما حق بسیار سنگینی داره. من اینجا هستم و به همراه خانوادم و بین عزاداران امام حسین علیه السلام به یاد تشنگی ایشون آب خنک توزیع میکنیم. اینجا منطقه منهتن نیویورک صحنه حرکت دستجات عزاداری امام حسین علیه السلام از ملیت‌های مختلف و به زبان‌های مختلف بود و هر کدوم به زبان‌های خودشون در رسای امام حسین علیه السلام عزاداری کردند. جهان را تکان داد نام حسین، بود تا قیامت قیام حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا بیقرار کربلا و دلتنگی های دوستداران ابا عبدالله علیه السلام برای زیارت کربلا در آن سوی دنیا. دوست داره پاش تو خاک تو بذار کربلا. It's difficult to express for me. برای من سخته که بیان کنم چقدر عاشق امام حسینم و مشتاق زیارت او. How much love we have for him. What happened in Karbala. اون چه در کربلا اتفاق افتاده باید تا ابد زنده بمونه. فداکاری که او انجام داد باعث شد که دین خدا زنده بماند و ما هم باید تلاش کنیم که نام امام حسین زنده بماند. منم یا ایها الناس اگر امام حسین علیه السلام نبود ما امروز اثری از اسلام نداشتیم. امام حسین نماد پایداری، عزت و سرافرازیه. علاوه بر اینجا در منهتن نیویورک در بقیه ایالت‌های آمریکا هم دستجات عزاداری امام حسین علیه السلام در روزهای مختلف دهه اول محرم برپا می شود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.